سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به تحلیل سیاسی. خب دوستان عزیز، همطور که میبینید نمای برنامه یکم تغییر کرده. ما تم محرم رو کنار گذاشتیم و با تم شرایط معمول به نوعی در خدمت شما هستیم. از این به بعد انشالله که برنامه ها مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. اما امروز در این برنامه میخوام راجع به مباحثی که این روزها بود، سخنرانی که امروز حضرت آقا در البته میشه دیگه دیروز، الان که من دارم برنامه رو اجرا میکنم ساعت 3 شبه، صحبتایی که دیروز رهبری داشتن در اولین جلسه هیئت دولت و یه جورایی تایید صحبت‌های پزشکیان رو ما داشتیم. میخوام راجع به این مباحث صحبت کنیم، ولی قبلش یه نکته رو من بگم خدمت شما دوستان عزیز، به خصوص افرادی که این مدت با من مخالفت میکردن. دوستان عزیز، این گاردتون رو بیارید پایین. دعوا که نمیخوام با هم بکنیم. این گارد رو بیار پایین بی زحمت، قربون دستت، بیار پایین. نه بیار پایین دیگه کامل. آره خب حالا ادامه برنامه رو ببینیم. گارد دیگه الان ندارید دیگه، درسته؟ الان بدون گارد دارید برنامه رو نگاه میکنید. خب بریم. عرضم به حضور شما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما برنامه‌های قبلی اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا پزشکیان دروغ نگفته، ولی این که جوری وانمود کرده که کل این کابینه رو رهبری تایید کرده، این رو فقط حضرت آقا میتونه بیاد روشن کنه، چون کسی دیگه اونجا نبوده. این که این توییت زده و اون توییت زده و اینا همش نامعتبره. 2 نفر اونجا بودن، پزشکیان و رهبری. حالا اگه یه دفتردار، یه چای بیار، یه کس دیگه ای اونجا باشه که اونا ارزش سیاسی اینا ندارن، فقط 2 نفر، خود پزشکیان، شخص رهبری میتونه بیاد این رو باز کنه و روشنش کنه. یک صحبت دیگه هم بود، میگفتن که آقا کل کابینه رو رهبری انتخاب کرده. خب این یه چرت و پرتی بود که براندازا میگفتن و البته یه سری ها هم حتی از جریان انقلابی رو تکرار میکردن که این هم درست نبود. و اومدیم اوضاع سیاسی که این روزها در کشور بود رو اومدیم بررسی کردیم. گفتیم الان چند دسته شدن، حالا میشه گفت جریان انقلابی. یک دسته ذبیح منکر صحبت‌های پزشکیان شدن، میگن نه کل صحبت‌های پزشکیان دروغ بود، اشتباه بود. و یه سری هم که حالا دیگه نمیتونستن این حرف رو بزنن، میگفتن چی؟ میگفتن اصلا چرا رهبری دخالت کرد؟ آی جمهوریت، آی ساختار سیاسی، آی استقلال مجلس و صحبت‌های این گونه. یه برنامه هم در خصوص امیرحسین ثابتی داشتیم که این برنامه هم یه جورایی امروز میخوام راجبش صحبت کنیم، مهمه و اینا رو انشالله سعی میکنیم در یک پکیجی خدمت شما ارائه بدیم. یه نکته دیگه هم گفتم در برنامه‌های قبلی، اومدم گفتم آقا این فیلمی که از رهبری دارید این ور اون ور میفرستید که آی رهبری اومد واکنش نشون داد، خب و خیلی اومدن برنامه ساختن، این فیلم مال 10 سال قبله. حالا چون مال 10 سال قبله حرف آقا نیست، چرا هست، ولی نمیخورد اون فیلم به این قضیه. ما اینا رو تو برنامه قبلی اومدیم توضیح دادیم. خب و همچنین یه بیانیه‌ای بود که اینم دوباره خیلی اومدن برنامه ساختن، گفتن آقا یه بیانیه اومد، یه کار تموم، نمیدونم رهبری زد تو دهن پزشکیان، که این رو هم ما اومدیم برنامه ساختیم، گفتیم آقا این فیک بوده، این یه بخشی از یک بیانیه بوده مال نهاد رهبری، مال قبل این داستان ها، در خصوص دیدارشون با ظفرقندی. اینا اومدن یه اطلاعیه دادن، یه جورایی از خودشون دفاع کردن. این 4 تا خط مال اونه، اصلا ربطی به اتفاقات و قضایای مجلس نداشت. اینا رو هم اومدیم به نوعی در برنامه‌های مختلف خدمت شما ارائه دادیم. پس گفتیم چی؟ گفتیم آقا پزشکیان اینا هر چی گفت درست گفت، الا اینکه جوری وانمود کرد که کل این کابینه مورد تایید آقاست. ولی من هر چه گشتم پزشکیان حرف رو نزده بودا، ولی این جور برداشت میشد. یعنی پزشکیان اومد گفت چی؟ گفت آقا ما همه رو هماهنگ کردیم. آیا اینکه همه رو هماهنگ کرده این جمله دروغه؟ نه. چرا؟ چون خود حضرت آقا اومد گفت آقا با من مشاوره کرد. خب پزشکیان که نمیاد 4 تا رو مشاوره کنه بقیه رو مشاوره نکنه. پس کل لیستش رو به نظر رهبری رسونده. خب حالا حضرت آقا طبق قول خودش یک تعدادی رو میشناخته، تایید کرده، یه تعدادی رو تأکید کرده و یه تعداد گفته نظری نداشته. طبق گفته خود حضرت آقا، دیگه حرف آقا رو که قبول دارید انشالله، نظری نداشته. خب
فکر میکنم نیازی به دیدن فیلم صحبت‌های حضرت آقا نباشه، چون دیگه حتما دیدید. و در این فیلم حضرت آقا حتی میگه که به حمدالله ایشون توانستن انتخابات رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنن. یعنی میگه الحمدلله ایشون تونست مجلس رو قانع کنه و به خاطر این خدا را سپاس میکنیم. دیدم یه سری از دوستان برنامه ساز دیگه این قسمت رو چون به ضررشون بود دیگه نشون نمیدادن. یعنی وقتی صحبت از تقطیع و تحریف میشه خودمون نباید دوچارش بشیم و بیام حضرت آقا رو تحریف کنیم. خب چرا این قسمت صحبت های حضرت آقا رو نشون ندادیم؟ اینجایی که داره میگه الحمدلله، عرضم به حضور شما صحبت از موفقیت بزرگ، صحبت از اینا میکنه، اینا رو هم باید نشون بدیم دیگه ها تو برنامه هامون. پس حضرت آقا این مباحث رو مطرح کردن، موفقیت بزرگ و الحمدلله که پزشکیان تونست مجلس رو قانع کنه و به خاطر این باید خدا را سپاس کنیم. این صحبت های حضرت آقا بود اون فیلم حدودا 1 دقیقه و 9 ثانیه‌ای که هست، این صحبت ها رو انجام داد. اما میخوایم بریم ببینیم رهبری کدوم این وزرا رو میشناخته، یعنی تایید کرده و تاکید کرده، کدوم یکی رو یا کدوم ها رو نمیشناخته. خب رهبری گفتن بیشتری ها رو نمیشناختن. بیشتری ها یعنی نصف به علاوه 1، درسته؟ بیایم با هم یکی بررسی کنیم. آیه عراقچی، آیا رهبری عراقچی رو میشناخته یا نمیشناخته؟ میشناخته. قبلش بذار دسته‌بندی هایی که حضرت آقا گفته من بگم براتون، یادم رفت. ایشون گفتن یه سریا رو تایید کردیم، یه سریا رو تاکید کردیم، یه سریا رو نمیشناختیم، درسته؟ یعنی اینایی که تایید شدن و تاکید شدن از این 19 نفر افرادی بودن که آقا میشناختتشون، درسته؟ اونایی که نمیشناخته خب دیگه نظری نداشت. خب حالا پس هر کسی رو از این لیست آقا میشناخته، این تاییدی بوده و تاکیدی بوده، درسته؟ خب از آقای عراقچی شروع کنیم. آقای عراقچی رو رهبری میشناخته یا نه؟ 100%. تاییدی بوده یا تاکیدی؟ تاکیدی بوده آقای عراقچی. ببینید ما اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا 3 تا وزارت خونه اینا در همه دولت ها رهبر باید نظر بده. یه سری اومدن گفتن نه آقا رهبری در هیچ وزارت خونه دخالت نمیکنه. شماها برید یه سر به خودتون بزنید دیگه بعد یه هفته. رهبری این 3 تا وزارت خونه رو تایید میکنه اون نفری که میخواد بشه رو. حالا یکی از اساتید این وزارت خونه سوم رو میخواست یکم کم رنگ کنه. خب دلیلش میدونید چی بود؟ دلیلش این بود که اومده بود برای عراقچی برنامه ساخته و نمیتونست الان بگه خب این عراقچی و وزارت خارجه اون جزو 3 تا وزارت خونه ایه که رهبری باید تایید کنه اون نفر رو. وزارت اطلاعات، دفاع و وزارت خارجه، این 3 تا وزارت خونه به خاطر فعالیت فراقوه‌ای که دارن و محدوده فعالیتشون کل کشور و حتی بیرون از کشوره، اینها باید تاییدیه رهبر رو بگیرن. یک رسمیه، یک عرفیه که همه دولت ها رعایت میکنن. اینا رو تو برنامه قبلی مفصل گفت. پس آیه عراقچی چی بوده؟ تأکیدی بوده. خب اینجا گریزو بزنیم به ثابتی یا بریم جلوتر گریزو بزنیم به ثابتی؟ بریم جلوتر ها. اینو خوب یادتون باشه. پس عراقچی تأکیدی بوده. آیه همتی چی؟ همتی رو رهبر میشناخته یا نمیشناخته؟ میشناخته. پس یا تأییدی بوده یا تأکیدی. این است. سید عباس صالحی وزارت ارشاد، حضرت آقا میشناخته نمیشناخته؟ میشناخته. حتی گفته تلفنم بیاری تا من زنگ بزنم اینا. پس صالحی هم چی بوده؟ تأکیدی بوده. اسکندر مومنی که شد وزیر کشور. خب اسکندر مومنی وزیر کشور شد. آیا وزیر کشور باید به تایید رهبر برسه؟ نخیر. ولی چون اسکندر مومنی یک فرد نظامی بود و نیروی مستقیم رهبری بود در بحث نیروهای مسلح، برای اینکه یه نفر از نیروهای مسلح کنده بشه و بیاد مسئولیت بگیره، نظر آقا رو 100% میخواد. آقا باید دستور بده، باید اجازه بگیره. پس تا اینجای کار سوای از عراقچی و خطیب و نصیرزاده وزارت دفاع، ما یه اسکندر مومنی رو هم داریم که نظر رهبری رو گرفته. پس این تا اینجا 4 تا وزیر با نظر رهبر. اینا رو یادتون باشه. خب نفر بعدی عباس علی آبادی که شده وزیر نیرو. اینو رهبر میشناخته یا نه؟ 100% میشناخته. این وزیر سمت بود در دولت آقای رئیسی. 100% رهبری میشناختتشون.
آقای نصیرزاده، خب آقای نصیرزاده هم که خب جانشین ستادکل بوده و 100% با رهبری در ارتباط و 100% هم رهبری میشناختتشون، نیروش بوده دیگه، نیروی خودش. آقای خطیب، آقای خطیب هم که خب رهبری که هیچی، همه ایران میشناسنش. خب خانم فرزانه صادق، خب فرزانه صادق چی؟ طبق اظهارات پزشکیان که گفته بود خانم فرزانه صادق، رهبری گفته بود که خانم فرزانه صادق حتما باشه، پس نشون میده که رهبریشون رو میشناخته و جزو تأکیدی ها بوده خانم صادق برای وزارت راه. حالا یه سری اومدن گفتن که نه آقا رهبری مسئله سند بودنشو گفته اشکال نداره، باشه شما راست. نفر بعدی امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری. این امین حسین رحیمی که تو دولت آقای رئیسی هم وزیر دادگستری بوده، پس این رو هم رهبری میشناخته. حالا نکته جالبه ماجرا میدونید چیه؟ وزیر دادگستری رو رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه به دولت. گرفتید چی شد؟ یعنی حتی رئیس قوه قضاییه هم در معرفی یا پیشنهاد یکی از وزرا نقش داره. خب آقای اژه‌ای آقای امیرحسین رحیمی رو معرفی کرده به دولت و به عنوان وزیر دادگستری شد. پس اینم از اینو میگم قابل توجه دوستان که نه آقا همه وزرا توسط دولت انتخاب میشن. اینا رو باید بدونید. اگه اینا رو ندونید سرتون کلاه میره. اگر منو قبول ندارید که برید سرچ کنید. البته قبل برنامه گفتم گاردا رو باید بیارید پایین دیگه. این برنامه دیگه با گارد خواهشاً کسی نگاه نکنه. گاردا بیاد پایین، خوب گوش بدید. خب اینا شدن چند نفر؟ اینا شدن دوستان عزیز 9 نفر. 9 نفر وزیری که رهبری اینها رو میشناخته و جزء تایید شده ها بودن و تاکید شده ها. خب ما چند تا وزیر داریم؟ 19 تا وزیر داریم. 9 تاش کم بشه چند تا دیگه مونه؟ 10 تا. 10 بیشتره یا 9؟ 10 بیشتره. پس اینجا که رهبری گفته بیشتریشون رو نمیشناختم، این 10 نفری بودن که الان میخوام اسمشون رو واسهتون بخونم. میدری بوده که البته اینا با ارفاقا، مثلا همین میدری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بوده. حالا رهبری به عنوان فردی که کتابخونه اینو نمیشناسه یا نشناخته، اینو دیگه داریم با ارفاق لحاظ میکنیم. میدری، صالحی امیری، عذرخواهی میکنم، صالحی امیری رئیس سازمان اسناد کتابخونه ها بوده. ظفرقندی، حسین سیمایی صراف، علیرضا کاظمی، ستار هاشمی، غلامرضا نوری غزلچه، محمد عطابک و محسن پاکنژاد و احمد دنیا مالی. این 10 نفر از وزرا بودن که سمت‌های معاونی و مشاوره‌ای و سمت‌های پایینی داشتن و ما اینا رو میتونیم بگیم خب رهبری اینا رو نمیشناخت. 10 نفر هم هستن. درسته؟ این هم از این. گریز رو بزنیم به ثابتی. خب ثابتی اون برنامه‌ای که ما اومدیم براش درست کردیم مخالف کی بود؟ مخالف عراقچی. عراقچی جزو کیا بود؟ جزو تأکیدی ها بود. خب و سوای از تأکیدی جزو اون 3 تا وزارت خونه‌ای بود که یعنی همه میدونن که این 3 تا وزارت خونه رهبر باید تایید کنه. شاید مردم عادی ندونن ولی یه نماینده مجلس و یه آدم سیاسی که 2 تا 4 تا سیاست رو بدونه میدونه آقا این 3 تا وزارت خونه تایید رهبری رو میخواد 100%. امیرحسین ثابتی در این صورت که میدونست آقا اینا تاییدیه رهبری رو گرفتند و سوای از اون تأکیدی هستند باش مخالفت کرد. بذارید یه مبحثی رو من برای شما بگم. در برنامه‌های قبلی سر قضیه این که رهبری نمیتونه رأیش رو افشا کنه بهتون گفتم چی؟ گفتم آقا رهبری اگر بیاد بگه آقا مثلا به قالیباف رأی بدید یا مثلا به جلیلی رأی بدید یا به پزشکیان یا هر کسی بیاد بگه آقا به این رأی بدید، به یه واسطه‌ای که مورد قبول باشه یا خودش مستقیما بیاد بگه آقا به این رأی بدید، شما تکلیف شرعی، حجت شرعی پیدا می‌کردی که بری به همون که رهبر میگه رأی بدی. درسته؟ و گفتیم رهبری هیچ موقع این کار رو نمیکنه. چرا؟ چون اگه این کار رو بکنه چون بر شما حجت شرعی میشه که از ولی امر مسلمین اطاعت و پیروی کنید و برید اون کاری که رهبر گفته رو انجام بدید، حالا رأی به هر کی. خب این دیگه انتخابات نیست، این میشه تکلیف، این میشه انجام وظیفه، انجام تکلیف، اطاعت از امر ولی. و رهبری به این خاطر که انتخابات باشه و خود شما مردم انتخاب کنید هیچ موقع نیومده بگه آقا به کی رأی بدید به کی رأی ندید. گفتم اگه بگه دیگه میشه چی؟ میشه انجام وظیفه شرعی.
همین در خصوص نماینده های مجلس صدق می کند. اگر نماینده مجلسی بداند و بفهمد که رهبری از وزیری حمایت کرده یا وزیری را تایید کرده یا تأکید کرده، خب طبق اصل ولایت فقیه، طبق اصل پیروی از ولایت فقیه حجت شرعی پیدا میکنه، تکلیف شرعی پیدا میکنه که چیکار کنه؟ بره رأی بده. دقیقاً مثل مایی که اگه رهبری بگه به فلانی رأی بدید، ما باید بریم رأی بدیم. برای نماینده هم همینه. نماینده ای که چی؟ خودش رو مسلمان بداند و پیرو ولایت فقیه بداند. گرفتید چی میگم؟ پس اگر رهبری اومده یه نفر رو تایید کرده و تاکید کرده، اون نماینده موظفه به رأی دادن بهش. و آقای پزشکیان اومد تو مجلس این رو گفت آقای عراقچی چی بوده؟ خود رهبری مستقیما نفر اول گفته که باید باشه، یعنی تأکیدی بودن و نظر رهبری که این آقا باید باشد رو به سمع و نظر مجلس رسون. حالا شما میخوان بگید اون بقیه اونایی که رهبری گفته نمیشناختم اونا رو بذارید کنار، ما بحثمون فعلا عراقچیه، داریم روی عراقچی صحبت میکنیم و نطق امیرحسین ثابتی. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که وقتی نماینده بفهمه رهبری وزیری رو تایید و تاکید کرده روش، حجت شرعی داره که بره رأی بده بهش. خب حالا امیرحسین ثابتی چیکار کرد؟ امیرحسین ثابتی میدونست عراقچی جزء اون 3 تا وزارت خونه است. صحبت‌های پزشکیان مبنی بر تایید رهبری و تاکید رهبری بر عراقچی رو شنید و اومد به عراقچی رأی منفی داد. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اون حجت شرعی که برش بود رو انجام نداد، اون تکلیف شرعی، اون اطاعت از ولی رو که بهش رو دوشش قرار گرفته بود رو انجام نداد. مثل اینکه رهبری مثلا بیاد به ما بگه آقا میرفت باید به پزشکیان رأی میدادید، یا مثلا بگه به جلیلی باید رأی میدادید، ما رأی ندیم به جلیلی، بریم به یکی دیگه رأی بدیم. کاری که امیرحسین ثابتی کرد چنین چیزی بود. این بود که ما اومدیم گفتیم آقا صحبت‌های ثابتی رنگ و بوی ولایت مداری نداشت. آیا این دیدم حالا یه سری دوستان اومده بودن گفتن پس نماینده کشک، یعنی هر کس تو مجلس مخالف نظر آقا باشه دیگه ولایت مدار ولایت پذیر نیست. ربطی نداره. ما داریم روی وزرایی صحبت میکنیم که اینا تایید و تاکید آقا را دارند و اگر بر نماینده‌ای مشخص بشه که آقا تایید و تاکید کرده، حجت شرعیشه که رأی بده به اون نماینده. چرا؟ چون بیش از آقا که نمیفهمه که. هیچ کس در این ایران اون نگاه، اون اطلاعات و اون تدبیری که حضرت آقا دارد رو ندارد. ولی امره، حرفش همونه، باید اجرا بشه. این بود که ما اومدیم اینجا گفتیم آقای ثابتی شما صحبتات رنگ و بوی ولایت مداری نداشت. اما این آقای ثابتی دوباره سینه خیز رفتن رو ادامه داده و توی یک متنی که تو کانالش نوشته بود اومده نوشته که تعداد بیشتری از وزرا را نمیشناخته، یعنی از زبان رهبری داره میگه، و درباره آنها نظر نداشته. اما سخنان پزشکیان طوری بود که انگار تک تک افراد را رهبری پیشنهاد داده. ببینید چی داره میگه؟ طوری بود که تک تک افراد را رهبری پیشنهاد داده. داره چیکار میکنه؟ داره حرف براندازا رو میزنه که رهبری انتخاب کرده و رهبری پیشنهاد نداده. آقای ثابتی رهبری تایید کرده و تاکید کرده و شما حجت شرعی داشتی، چون ولایت و ولی امر مسلمین تاکید و تایید کرده، شما هم باید رأی میدادی. این کار رو نکردی و الان اومدی داری چیکار میکنی؟ داری فرافکنی میکنی. رهبری پیشنهاد داده، تک تک افراد رهبری پیشنهاد داده و نماینده ها باید رأی دهند. بعدم در ادامه نوشته بود که یکی از وزرا گفته که باید همه کابینه رأی دهیم چون آقا تایید کرده. خب حالا این که به همه کابینه رأی بدیم چون آقا تایید کرده، اگر آقا تایید کرده بود بله شما به عنوان یک نماینده حجت شرعی داشتی که به نظر رهبری عمل کنی، به دستور رهبری عمل کنی. خب ولی مسئله اینه که این اتفاق نیفتاده بود. حضرت آقا همه کابینه رو نگفتن تایید کنید. حضرت آقا حمایت کرد از پزشکیان،
دور و بر کارش رو گرفت، یه سری وزرا رو تایید و تاکید کرد، ولی حرف از کل کابینه نبود. حرف از کل کابینه نبود. و ایرادی که ما به ثابتی میگیریم این بود که صاف رفته بود رو 2 تا وزیری که تایید و تاکید رهبری رو داشتن دست گذاشته بود و رأی منفی داده بود، یعنی همتی و عراقچی. در لیستی که ابتدا خوندیم جزو اون 9 نفری که جزو تاییدی ها و تاکیدی ها بودند، همتی رو نام بردیم دیگه. همتی جزو افرادی بود که رهبری میشناختش و جزو تاییدی ها و تاکیدی ها بوده. خب آرای ثابتی چی بود؟ به کیا رأی نداده بود؟ به همتی و عراقچی و میری و ظفرقندی، پاک نژاد و صالحی امیری. حالا میری و ظفرقندی که جزو اونایی بودن که رهبری نمیشناختشون و کارش ثابتی هم بسیار درست بوده که به این 2 تا رأی نداده. پاک نژاد و صالحی امیرم که خب دیگه اختیارات نماینده است، میتونه رأی بده میتونه رأی نده، به ما مربوط نیست. ولی 2 نفر اینا تاییدی و تاکیدی رهبری بودن، 2 نفر تاییدیه ولایت فقیه رو داشتن، ولی امر رو داشتن، همتی و عراقچی، ولی شما بهش رأی ندادی. این اون ایرادی بود که ما به ثابتی داشتیم. بگذاریم از ثابتی و عرضم به حضور شما پزشکیان صحبت از هماهنگ شدن کرد. هیچ موقع نگفت رهبری گفته همه این کابینه رو ما به تایید رهبری رسوندیم، گفت آقا ما همه اینا رو با رهبری هماهنگ کردیم که این کاملا هم درسته. ولی صحبت ها به جوری بود که یکی میشنید اینطور برداشت میکرد که همه این کابینه رو رهبری تایید کرده. اینو ما تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم، این نه، این درست نیست و رهبری هم امروز همین رو گفت. علا ای حال دوستان عزیز، میخوام برنامه طولانی نشه. آنچه که ما در این چند روز گفتیم با صحبت‌های رهبری مهر تایید خورد. دیدم یه سریا هنوز دارن سینه خیز میرن که آی رهبری تو دهنی زد نمیدونم به پزشکیان. نه آقا، رهبری آنچه پزشکیان گفته بود رو اومد تایید کرد، ولی آنچه ما برداشت کرده بودیم این دیگه صحبت پزشکیان نبود. یعنی شما بیار که پزشکیان گفته آقا رهبری کل این کابینه رو تایید کرده. نه، پزشکیان ببین عین جمله‌ای که پزشکیان به کار میبره چیه؟ میگه آقا ما همه رو با رهبری و سپاه و اینا هماهنگ شدیم. میگه هماهنگ شدیم. آیا این هماهنگ شدیم معنیش اینه که رهبری تایید کرده همه اینها رو؟ و جای دیگه هم از واژه تفاهم استفاده میکنه، میگه ما با خیلی اینا به تفاهم رسیدیم. این به تفاهم رسیدن با خود این وزرا بوده، ولی اون کلمه ای که به کار میبره که خیلی گفتن این یه طور حرف زد که داره میگه کل کابینه رو رهبری تایید کرده. نه، بنده خدا گفت چی؟ گفت آقا ما همه رو هماهنگ شدیم اومدیم اینجا هماهنگ کردیم. از کلمه هماهنگ استفاده کرد و بعد اومد چند تا وزرای تاییدی و تاکیدی رو مثال زد. قطعاً لیست وزرا به سمع و نظر رهبری رسیده. مثلا پزشکی اومده گفت دستشو گذاشته مثلا روی پایین لیست، گفته حضرت آقا این لیست بالایی رو شما تایید کن، پایینی رو کار نداشته باش، نگاه نکن. و یه نکته دیگه هم بگم، ببینید رهبری همیشه از دولت‌ها حمایت کرده، همیشه دور دولت‌ها رو داشته، ولی پزشکیان رو یه طور ویژه‌تر هواش رو داره. اینم عرض کردم به خاطر حساس بودن اوضاع کشوره، به خاطر اینه که شاید پزشکیانه اون برش کافی رو نداره، رهبری بیشتر اومده دور و بر کارش رو داره ازش حمایت میکنه، از کابینش حمایت کرد، اونایی که تمایل به همکاری باش نداشتن رو دستور داد، گفت آقا بیاین، مثل همین آیا سید عباس صالحی. خب این نشون میده که رهبری داره به شدت از پزشکیان حمایت میکنه. دوستان عزیز، رویکرد ما نسبت به دولت پزشکیان حمایتی و هدایتیه. این رو ما قبلا هم گفتیم، ما اینجا دشمنی با پزشکیان نداریم. اگه شما فکر کردید اینجا جاییه که بیام بشینیم از حزب شما خوب بگیم و از پزشکیان بد بگیم، نه. ما نگاهمون به نگاه رهبری است، گوشمان به دهان رهبری و منافع ملی و جمعی برامون اهمیت داره، نه منافع یک شخص و یک حزب خاص. اینو برای بار هزارم دارم میگم. پس ما خدا رو شاکریم و این دشمنان ما که این یک هفته خیلیشون به خصوص در ایتا
می اومدن فحاشی میکردن، یه سر به خودتون بزنید. و یه سری از اینا که اصلا برنامه‌های ما رو ندیده بودن. یکی اومده بود نوشته بود که تو گفتی رهبری همه این کابینه رو انتخاب کرده. گفتم یا ابوالفضل، من کی این حرف رو زدم؟ کدوم برنامه، کدوم دقیقه، کدوم ثانیه؟ برو پیدا کن بیا ببینم. رفته یه ساعت اومده میگه من پیدا نکردم. بعد برنامه رو براش فرستادم، میگم بشین و ببین من چی گفتم. برنامه رو دیده، میگه آقا شرمنده ببخشید، من فکر کردم شما چیز دیگری گفتی. یعنی طرف برنامه منو ندیده ولی میاد منو نقد میکنه. این هم دیگه از عجایب روزگاره ها. یعنی این مدلیش رو دیگه اصلا ما ندیده بودیم. دوستان عزیز، یه نکته دیگه اصلاحیه کنم رو برنامه قبلی. ببینید ما هر جا اشتباه کنیم میام میگیم، اونجایی هم که درست باشه رو حرفمون هستیم و تا اثبات حرفمون هم پیش میریم. مثل همین قضیه بحث ثابتی و این راست گفتن پزشکیان و این برنامه‌ای که مدت داشتیم که شکر خدا به کوری چشم اونایی که نمیتونند ارزم به حضور شما موفقیت تحلیل سیاسی رو ببینن، خودشون میدونن کیا رو من دارم میگم، صحبت‌های ما با درست عذاب در اومد، تایید شد و ما امروز در مقابل شما مخاطبین عزیز رو سفیدیم. اما من گفتم آقا ما اگه حرف اشتباهی هم بزنیم میایم میگیم. ما نه من میکنیم نه دنبال اینیم که خودمون رو به کسی ثابت کنیم. من گفتم، من تا همین چند وقت پیشم گفتم آقا اگه ما یه تحلیلمون هم درست بود، ما نمیام انگشت تو چشم مخاطب کنیم و خودمون رو به روخ مخاطب بکشیم بگیم آقا دیدی من درست گفتم، دیدی مثلا فلان تحلیلم درست در اومد. اینطوری بودیم ولی دیدیم نه، انگار فایده نداره، هرچی نگیم تازه تو سر خورمون کردن تو این فضای مجازی. الان میام میگیم، الان سرمون رو بالا میگیریم میگیم آقا من فلان تحلیل کردم درست عذاب در اومد. لازمه یه وقتایی آدم باید از خودش دفاع کنه. اما گفتم جایی هم حرف اشتباه بزنید میایم میگیم. ما که ببخشید خیلی اون از اوناش نیستیم که حالا اگه یه اشتباهی هم کردیم زیر سیبیل ردش کنیم. نه، ما معتقدیم و متعهدیم که اطلاعات غلط به شما مخاطبین عزیز نرسه. برنامه قبلی ما در خصوص موشکی که خورده بود به اون قایق، ما اومدیم گفتیم چی دوستان عزیز؟ گفتیم آقا این موشک از عمق سرزمین‌های اشغالی اومد و اگه موشک بالستیکی باشه که این رو هدف گرفته باشه، اگر این رو امتداد بدیم میخوریم به سوریه. پس این یک موشک بالستیکی بوده که از سوریه شلیک شده به خاطر جهتش. و ما گشتیم در سبد موشکی ایران، ما چنین موشکی با این مشخصات پیدا نکردیم، احتمالاً یک موشک جدیده. ما این تحلیل رو اومدیم خدمت شما عرض کردیم. ولی الان در خبرهای تکمیلی اومده که آقا موشک سامانه پدافندی گنبد آهنین بوده و برای اولین بار این اتفاق نادر افتاده که موشک پدافندی فیل بشه، بره با جستجوگر خودش یه قایقی رو تو دریا پیدا کنه، بره بالا سرش منفجر بشه. اینم از عجایب بوده که اتفاق افتاده. خب این تحلیل ما درست نبوده. کجاش درست نبوده؟ آنجاییش درست نبوده که ما اومدیم گفتیم آقا این موشک احتمالاً این موشک ناشناخته است، تو سبد موشکی ایران نیست و احتمالاً یه موشک تازه ساخته که رونمایی نشده. این صحبت رو کردیم، این قسمت اشتباه بود. ولی اینجایی که گفتیم آقا از عمق سرزمین‌های اشغالی این موشک اومده، خب ما اینجا باید یکم شک می‌کردیم و شک هم کردیم، ولی گفتیم خب از داخل سرزمین‌های اشغالی که نمیزنن قایق خودشون رو، این موشک حتما از 50 کیلومتر عقب‌تر از داخل مثلا سوریه شلیک شده و اومدیم گفتیم احتمالاً این موشک از سوریه شلیک شده نه حزب الله. اینو رو اگر خاطرتون باشه ما گفتیم. ولی خب میگم الان مشخص شده که نه، اصلا این موشک بله سمت و جهت شما درست تشخیص داده بودیم، ولی خب این سامانه خود این پدر سوخته ها بوده که اینطوری اومد و از خودشون تلفات گرفت که این هم یه جورایی دست خداونده. ببینید چه اتفاقات عجیب غریبی برای اینا داره میفته. اینم از بحث موشک بود و خواستم بگم که ما روی اشتباه پا فشاری نداریم و اگر جای اشتباه کنیم میایم میگیم و متعهدیم به شما دوستان عزیز که اطلاعات غلط بهتون نرسه. بازم تشکر میکنم از دوستان. خدا رو شکر این بحث هم جمع شد، ما سربلند از این بحث اومدیم بیرون و خیلی خوشحالیم که اومدیم گفتیم بیانیه فیکه، اومدیم گفتیم فیلم رهبری مربوط به اینا نیست، اومدیم گفتیم صحبت‌های پزشکیان درست بوده، اومدیم گفتیم رهبری حمایت میکنه از پزشکیان و امروز همه اینها آشکار شده. هنر ما دوستان عزیز این بود که در تاریکی حقیقت رو به شما نشان دادیم.
الان دیگه لامپا روشنه، الان دیگه خورشید اومده بالا. ولی الان اگه دوستی دیگه نگیره قضیه چی بوده، دیگه باید بره یه سر به خودش بزنه، دیگه واقعا با یه فکری به حال خودش بکنه. چون من هنوز میبینم یه سری کامنت میذارن که آقا با صحبت‌های امروز رهبری مشخص شد تحلیل‌های شما اشتباهه. یا ابوالفضل آدم میخواد سرشو بکوبه به دیوار. خب ما چه تحلیلی کردیم که حالا اشتباهه؟ این که در تایید تحلیل ماست. چرا شما اینطوری؟ و میگم من ازتون خواستم اون گارد رو بیارید پایین. خیلیا وقتی میشینن برنامه‌های ما رو میبینن اینطوری برنامه‌های ما رو میبینن، فکر میکنن اومدن بوکس. بابا بیارید پایین گارداتونو که وقتی یه حرف روشن میشه، وقتی یه حرف آشکار میشه که درست بوده، بپذیرید، انقدر مقاومت نکنید. بگید آقا دمت گرم درست گفتی، ما اشتباه میکردیم. حالا خیلی از دوستان چی میگن تو کلکلم افتاده بودن با ما تو این چند تا برنامه، حسابی داغ بود دیگه قضیه. امیدوارم دیگه حالا خدا وکیلی دیگه متوجه شده باشید. بنده به عنوان علی آقای هیچ ادعایی ندارم، ولی امروز خوشحالم از این که تو این برنامه سازا و تو این تحلیلگرا خیلیشون که اصلا داخلی صحبت نمیکنن. یه دوستی میگفت هر تحلیلگری که ورود کرد به مسائل داخلی اون منفورترین فرد میشه. همینم هست. 3 تا برنامه ما اومدیم تو مسائل داخلی، ببینید چه بلایی سر ما آوردید. بله، از جلیلی بگی قالیبافیا میان فوش میدن، از قالیباف بگی جلیلی ها میان فوش میدن، از پزشکیان بگی قالیبافیا و جلیلی ها میان فوش میدن. یعنی شما از هر کی بگی بالاخره یه دسته و گروهی هست که بیاد بهت فوش بده. حالا مسائل خارجی هر چی بگی چرت و پرتم که بگی کی میفهمه چی به چیه. بیا مثلا بگو آقا مثلا فلان کشور آفریقایی فلان شد، یا مثلا بنگلادش چی شد. کی میدونه که تو داری چی میگی؟ 2 ماه بعدا همه یادشون رفته که اصلا تو چی گفتی. ولی تو مسائل داخلی طرف رو چیکرش مینویسه. ها این علی آقایی همونه که گفت ثابتی مخالف ولایت فقیه صحبت کرد. یه چیزم اینجا من بگم در خصوص ثابتی ها، این صحبت هایی که ما میکنیم معنیش نمیده ثابتی رو بندازید از دایره انقلاب بیرون و نه. ثابتی یک نماینده مجلسه که من علی آقایی مجازم بهش نقد کنم. نه تنها ثابتی، به هر شخص سیاسی من میتونم نقد کنم. فقط حضرت آقاست که من مجاز به نقد کردنش نیستم، که البته همونم خود حضرت آقا گفته نقد کنید، خیلی هم نقد میکنم، ولی من خودم رو در اون حد و اندازه‌ای نمیبینم که بخوام این مرد بزرگ رو نقد کنم. ولی غیر از حضرت آقا من و شما هر بنی بشری رو میتونی نقد کنی. نقد هم اصول داره. فحش دادن، توهین کردن نقد نیست. یعنی من میتونم جلیلی رو نقد کنم، قالیباف رو نقد کنم، پزشکیان رو نقد کنم. و اینم بگم من امروز صبح می‌خواستم یه برنامه بسازم در نقد پزشکیان. آقا اینو من اینجا یادم رفت بذار اضافه کنم، برنامه‌ام طولانی شد، فدای سرتون. خیلی ها میگن که آقا حالا که رهبری اینا رو تایید کرده، مثلا عراقچی تأکیدی بوده، خب شما اگه این حرف رو میزنی فردا دیگه نمیشه به این عراقچی نقد کرد، بگی بالا چشت ابرو. میگن تو ضد ولایت فقیهی. اینم یه حرف چرت و پرتیه. میگم من خودم برنامه می‌خواستم اجرا کنم در نقد آقای پزشکیان به خاطر یه سری مسائلی. وقتی این خبر اومد بیرون دیدم این اولویتش بیشتره. حالا اونم انشالله در روزهای آینده حتما اجرا میکنیم. یه برنامه داریم در نقد آقای پزشکیان. خب این دلیل نمیشه چون حالا پزشکیان مورد حمایت رهبریه، پس حالا شما نقدش کنیم پس ضد ولایت فقیهی. نه، نقد کنید که ثواب دارد. خب ولی اون بحث ثابتی و رأی ندادن به عراقچی رو بذار کنار، پزشکیان رو بذار کنار. بحث اون حجت شرعی است، اون تکلیف شرعی است که رو دوش ما قرار میگیره وقتی بفهمیم که حضرت آقا بگه به فلانی رأی بدید، فلانی تایید میکنم، تاکید میکنم روش. قضیه ثابتی از اون جنس. پس نیازی نیست ثابتی رو از دایره انقلاب بندازید بیرون، ولی به ثابتی و امثال ثابتی باید بفهمانیم که ما مردم قبل از اینکه پشت سعید جلیلی و قالیباف و پزشکیان باشیم پشت رهبریم. این رو ما هدفمون اینه که شما مردم اینو درک کنید، این حرف رو بپذیرید از ما و پاسخگوش کنید. حالا یه سری اومدن گفتن آقای ماله بکش، که اصلا نمیشد ماله بکش این داستان رو. اینکه اگه رهبری میخواد نظر بده پس بیان مجلس رو تعطیل کنید، این حرفایی نبود که ما
از دهن یک نماینده انقلابی، یه فردی که نزدیک به سعید جلیلی این حرفا رو بشنویم؟ گفتم اینا باعث آبرو ریزی برای سعید جلیلی هم میشه. فردا 1000 تا تهمت رو به سعید جلیلی میزنن. پس اگر شما طرفدار سعید جلیلی هم هستی باید این کار رو محکوم میکردی در دفاع از سعید جلیلی، که فردا روز نیاد بچسبونن به سعید جلیلی بگن ها ببین اینجا ضد ولایت فقیه صحبت کرد، الانم این نزدیک جلیلیه، پس جلیلی هم مثل همینه، اینا همه تفکرشون فلانه. حواستون به این چیزا باید باشه. طرفداری مثلا از سعید جلیلی به این نیست که اگر هر کی نزدیک به سعید جلیلی بود حالا یکی اومد انتقاد کرد بریزین سرش که آی تو چرا داری انتقاد میکنی قالیبافی شدی. که اینه که اگر موردی میبینید اطراف سعید جلیلی، اگر لکه‌ای میبینید اطراف سعید جلیلی، تذکر بدید، بخواین که پاک بشه اون لکه. حرف امام همین بود. انشالله دوستان عزیز موفق و مؤید باشید و لایکاتون کم شده. لایک کنید برنامه رو و فکر میکنم این بحثم دیگه جمع شده است. بازم میگم اگر شما بعد از این مدت و این صحبت‌های رهبری و این همه صحبت ما دیگه متوجه نشدی، دوست عزیز از اینجا به بعدش هم دیگه متوجه نمیشی. خیالت راحت. دیگه ما دیگه برنامه اضافی و توضیح اضافی دادن به شما هیچ فایده‌ای نداره، چون اگه قرار بود یه سری دوستان متوجه بشن دیگه این مدت و با این همه برنامه‌ای که ما ساختیم متوجه میشن. از بیایم بیرون دیگه ما از این بحث و انشالله مباحث دیگه رو در برنامه‌ها پیگیری می‌کنیم و گفتم برنامه بعدیمون هم احتمالاً نقد به پزشکیان باشه واسه دوستایی که یه سری افکاری پیش خودشون داشتن. موفق و مؤید باشید. به امید دیداری دوباره. خدا نگهدار.